شما خوشگلا بهم گفتید که یک بار برای همیشه فرق بین میکاپ صورت کشیده و میکاپ صورت گرد رو بهتون توضیح بدم. بیایید با هم طبق این ویدیو میکاپ کنیم. اگه میخوای صورتت رو کشیده کنی، از کانسیلرت استفاده میکنی. به این شکل زیر چشمت و بالای ابروت، بغل بینیت، روی چونت و روی بینی رو روشن میکنی. از کانتورت استفاده کن. به همچین شکلی شبیه این روی گونت ایجاد کن. روی این دوتا قسمت رو کانتور بزن. یکم گوشه چشمت رو کانتور بزن و بعد کانتوراتو نگه دار تو این حالت. حالا رژگونت رو برمیداری، لبخند میزنی و به شکل یک خط مستقیم روی گونت میکشی. برای صورت گرد از کانتورت استفاده کن. روی پیشونیتو طبق چیزی که من روی صورتم کشیدم روی صورتت بکش. از دکمه گوشه تا روی سیب گونت به شکل یک خط صاف و حرف ر کانتور رو میکشی و برای کانسیلر از کانسیلرت استفاده کن و طبق چیزی که من کانسیلر زدم زیر چشمم تو هم زیر چشمت بزن و در آخر رژگونت رو بردار به شکل دایره روی گونت بزن و همه رو با هم سر جای خودشون بلند کن. بیا با هم بریم همه رو با هم بلند کنیم، نتیجه رو ببینیم. بیوتی بلندرتون رو بردارین. اینم از این فرق بین صورت کشیده و صورت گرد. همونطور که میبینید این صورتم یک مقدار گردتره و این طرف صورتم یک مقدار کشیده تره، زاویه دارتره. این کل فرق بین صورت گرد و صورت کشیده است. حالا تشخیص با شماست. اگر میخواید صورتتون کشیده تر و زاویه دارتر بشه از این سبک کانتور استفاده کنید. اگر میخواید صورتتون گردتر بشه از این سبک استفاده کنید. مرسی با من همراه بودین. لطفاً ویدیو رو بر دوستاتون بفرستین. لایک و کامنت و سیو یادتون نره و ممنونم از حمایت همیشگیتون. تو بعدی میبینمتون.